بچه‌ها کی میگه نباید اهدافمون به بقیه بگیم؟ من میگم با خیال راحت برو به همه مردم هدفاتو بگو. یادم قبل از همایش هدف گذاری بود که توی کانال به بچه‌ها گفتم که هدفاتونو طبق خلاصه شده یک وایس بر من بفرستین. دیدم نزدیک 80 نفر با یه ذوق و شوقی اومدن در مورد اهدافشون شروع کردن حرف زدن، توضیح دادن با چه ذوق و شوقی. ولی خب بعدش بهشون گفتم که استوب، آروم آروم. حتی اگر یک استاد، مربی یا هر کسی دیگه ای خواست شما رو تحت فشار قرار بده، نباید زیر بار برید و اهدافتون رو نباید به کسی بگید. اهداف باید پیش خودتون بمونن. میگم چرا، دلیل علمی داره. پژوهش‌ها نشون داده که ما زمانی که داریم در مورد اهدافمون حرف میزنیم باعث میشه که توی مغزمون دوپامین ترشح شه و یک حس خوبی پیدا کنیم و ذوق کنیم و متاسفانه این کار باعث میشه که اراده ما بیاد پایین و دیگه برای رسیدن به اون هدف و اون لذت اصلی تلاش خاصی نکنیم. چرا؟ چون پیشا پیش اون لذت رو دریافت کردیم و دیگه نیازی مغز نمیبینه که بخواد تلاش بکنه، زجر بکشه که به اون هدف برسه. از یه طرفم آدمای بدخواه، آدمای حسود، آدمایی که نمیخوان موفقیت شما رو ببینن یا حتی کسایی که درکی از موفقیت شما ندارن میان نظر میدن و ممکنه شما رو منصرف کنن. پس بهترین راه برای موفق شدن اینه که چرا خاموش بریم.